شوخی و بحثی دو جوان به حقیقت مبدل گردید. دو دوست در بچگی آرزوی ماهی پروری داشتند و طرز نگاه و بین و انکشاف آن را بین هم می آموختند. بعضا هم فکر بودند و موردش آید بحث می کردند. نتیجه بحث و تلاش این دو جوان به حقیقت مبدل گردید. جوانان 23 ساله 4 حوض ساختند. اندازه حوضهای خود ساخته جوانان سپیتمنی 2/6 است. سال گذشته برای تجربه 1000 دانه ماهی را از جمهوری ازبکستان آورده پرورش کردند. ما همون ماهی آورده یاد گرفته تشکیل کردیم. جای میدبه هم ابیامی کلان گرفته میشد. مثال حاضر 1 ساتک زمین باشد، اما 1 ساتک زمین 10 دانه ماهی گرفته میشد. برای اینکه ما به همین ویش معقول شد، همونه آموخته همونه تشکیل کردیم. جوانان نوکار 1000 دانه ماهی را دام 1 سال نگاه و بین کرده همزمان نازکی‌های پرورش آن را پوره از خود نمودند. هر یک ماهی از 1.5 تا 3 کیلوگرم وزن گرفت. مرحله دیگر این تأمین بازار داخلی بود. جوانان ماهی را به بازار ناحیه سپیتمن برای فروش برآوردند. نرخ 1 کیلوگرم ماهی پرورش کرده این جوانان 25 سومانی ارزش دارد که نسبت به بازار ارزان تر است. در دست من ماهی دارک است. 2 نفر جوانان فعال و شوقمند ناحیه سپیتمن این را ساختند و با طریق این چیز ماهی هایی که خودی آنها آماده کردند در حوض خود ساخت می‌دارند و ماهی را می‌قاپند. ماهی نکرامه و ما مجبوریم که دوباره ماهی را داریم. هر حوضی ساخته شده تا 5000 ماهی را در خود گنجایش می دهد. در این 4 حوض باشد 15000 ماهی پرورش می یابد که نوع آن سونی افریقایی است. شهزاد و فروخ جوانان دهه سری آسیای جماعت دهاتی سربند می باشند. آنها باوری دارند که بعد مکمل نمودن تجربه کاری در جاده ماهی پروری صاحب کاری موفق خواهند شد، چون که برای عملی نمودن این کار زمینه پیدا شده است. اکنون اینه یاد کرده تا راخش به فرومدگی ما سال رسات ما مول شد و اون به سال فایده ما کم شد. فایده های اکنون 1 سال به ما به سال کمتر فایده شد. ما 1000 تا ماهیم به 10000 سوم مبلغ رای کردگی رسات کردگی. اکنون چقدر ابیامتان کلان شود شما رساتتان کم میشد. حاضر 15000 ماهی ما بوده حاضر پریمیرنا 40000 سوم رسات کردیم. سال آینده به 15000 یک 20 تن 25 تن ماهی گیریم ما با فایدهش همون نظم میشد. نگاهوبین و پرورش ماهی نازکی‌های خود را دارد. حرارت آب حوضی که در آن ماهی شنا میکند باید نکم از 27 درجه گرم باشد. این معیار مقرری آب برای ماهی است. در یک روز تا 3 مرتبه خوراک استعمال میکند. برای 1000 دانه ماهی خرد تا 25 کیلوگرم خوراک مخصوص آماده کرده شده در وقت معین به آنها داده می شود. اگر وزن ماهی از 1 کیلوگرم اضافه شود پس در یک روز 1000 دانه ماهی تا 50 کیلوگرم خوراک استعمال میکند. سال آینده با خودمایم همون میدشه میبراریم، همون دارای و اپراتویش عرصی زکس کردیم. همون یک هفته 10 روز به خداوند همون میدشه خودمون میبراریم. اما اپتم نختا گرام میبرود. اکنون بازار خواه میبرد، ساکنانی محله میبرد. ما همونجا استاده اپتم میفروشیم. همون فروشنده ها خودشان گفته میفروشد. برای 2 نفر جوانی یک دهه دوردست عملی نمودن ایده یعنی پرورش ماهی ها یک کار غیر عادی بود، اما توانستند. حالا بیش از 15000 ماهی های خرد را نگاه و بین می کنند. آن را نیمه دوم سال 2020 از شهر تاشکند به ناحیه سپیتمن ولایت سوغد وارد کردند. شهزاد و فروخ نقشه دارند سال آینده ماهی جایداری استحصال نمایند، یعنی از تخمی برآوردن ماهی را خود جاری میکنند. برای عملی شدن این کار از امروز آمادگی میگیرند. گزارش مفنوش کروانه اینجان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.